قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. کیست میدانی معلم؟ آن که نازد سروری، بر همایون نام وی در زیر چرخ چنبری. تا ابد آواره می گردید در صحرای جهل، خضر رهبین گر نکردی عقل ما را رهبری. علم رخشان گوهری باشد بر اکلیل حیات. علم رخشان گوهری باشد بر اکلیل حیات. ارزشی گوهر کی داند گر نباشد گوهری. هست تعظیم معلم آیت عز و شرف، زان که باشد پایه وی از پی پیغمبری. ای خوشان رهبر که در پیدا و پنهان پرورد. هم کمال بو علی هم اعتقاد بوزری. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما در اخیر سال 1390 قرار داریم و در آستانه سال نو و یا سال جدید، سال 1391 پیش روی ماست. سالی که گذشت اگر حساب کنیم 360 چند روز، چی ساعتها و چی دقایق و چی ثانیه های از عمر ما و شما گذشته است. اگر 20 سال از عمر گذشته بود، آهسته آهسته قدم بر سن 21 گذاشتن و اگر 30 سال بود 31 سال می شود. و خلاصه اگر فرزندان ما متعلم بودن در آینده محصل می شوند و اگر در صنف
پایینتری بودن صنف بالاتری میروند. بحث ما پیرامون خواندن و نوشتن هست. خواندن و نوشتن از دیدگاه دین مبین اسلام چی جایگاهی دارد، چی ارزش دارد و چی مقام دارد؟ آیه‌ای که تلاوت شد، الله سبحانه و تعالی در اولین مرحله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اقرأ، بخوان. جریان خواندن را برای ما نشان می‌دهد. بخوان به نام پروردگارت، آن ذاتی که خلق کرد انسان را از خون بسته، و بخوان به نام آن پروردگارت که انسان چیزی نمیدانست و الله او را تعلیم داد. حدیثی که تلاوت شد، رسول معظم اسلام می‌فرمایند انما بعثت معلما، من فرستاده شدم به عنوان یک معلم، به عنوان یک مربی، به عنوان یک استاد. اشعاری که بیان شد، استاد خلیل الله خلیلی جایگاه معلم را بیان می کند، مقام معلم را بیان می کند و می گوید کیست؟ میدانی معلم؟ معلم کی هست؟ امروز متاسفانه به جامعه ما معلم ارزش ندارد، مگر از دیدگاه قرآن و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی نگاه کنیم، وقتی میگیم العلماء ورثة الانبیاء، علما معلم هستند. جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معلم هست. حالا درسته الفاظی که امروز تعبیر می شود به عنوان مولوی و مولانا و علامه، همه اینها معلم هستند. معلم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن و هر انسانی که به خاطر بیداری امت تلاش بورزه این معلم هست. استاد خلیل الله می فرماید کیست؟ میدانی معلم؟ آن که نازد سروری بر همایون نام وی در زیر چرخ چنبری. فقط معلم هست، میگه هر جا که نگاه کنی معلم هست که به ما یاد داده که بگویید لا اله الا الله محمد رسول الله. معلم هست که راه مسجد را به ما نشان داده. معلم هست که نماز را به ما یاد داده. معلم هست که قرآن را به ما یاد داده. معلم هست که آداب اسلامی را به ما یاد داده. ولی ما امروز معلم در بین جامعه به چشم خوبی اگر نبینیم، احترام خاصی هم با او خیلی اشخاصی با او ندارن و توجهی نمی شود. معلم خیلی جایگاه دارد و ارزش دارد. در اخیر شعر استاد خلیلی می فرماید هست تعظیم معلم آیت عز و شرف، زان که باشد پایه وی از پی پیغمبری. معلم رشته او و بالآخر سرچشمه از سرچشمه زلال محمدی صلی الله علیه و سلم میگیرد. بناهن میگه ای خوشان رهبر که در پیدا و پنهان پرورد. جایگاه معلم، ارزش معلم، مقام معلم چگونه است که هم کمالی بو علی، کمال حکمت، کمال فلسفه و دانش را یاد میدهد، هم اعتقاد بوذری. اصل معلم اونه که وقت سر صنف میرود برای شاگردان خود کمال بو علی را یاد میدهد. و هم اعتقاد بوذری یعنی چی؟ یعنی اعتقاد ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه.
معلم هست که سر صنف استاده می شود ابوبکر و عمر و عثمان و علی را برای شاگردان یاد می دهد. این معلم تعریف شده و توصیف شده و جایگاهش در قرآن و در احادیث بیان شده است. چندین آیه ارتباط به خواندن و نوشتن و جایگاه علم و علما و اینها بیان می شود. معلم نباید از عالم جدا باشد. معلم هم عالم هست، عالم هم عالم هست. وقتی میگیم مولوی و مولانا، همین معلم هست، همین ارزش معلم هست. نباید برای ما چنان تلقین شود که فلانی یک معلم هست، وقتی او جایگاه علم و جایگاه معلمی برای خود این جایزه را الله برایش داده و این مقام را الله سبحانه و تعالی برایش داده و این مدال را الله برایش داده، برای ما هم لازم و ضروری هست که باید او را احترام بگذاریم. معلم خیلی عزیز هست به شرطی که معلم باشد. معلم هم باید جایگاه و مقام خود را بداند و ارزش خود را بداند. او عزت و او شرف و بزرگی که الله برایش داده باید که او هم جایگاه خود را کسب کند. ارتباط به خواندن و نوشتن هست سروران عزیز و بزرگوار. آیه‌ای که تلاوت شد، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، این آیه چند پیام و یا چند نکته دارد که برای ما بیان می کند. من و شما در آغاز سال تعلیمی قرار داریم. فرزندان ما مکتب می روند، پسر و دختر ما مکتب می روند. این آیه ما را تشویق می کند به خواندن و نوشتن و اینها. نکته اول از افتخارات اسلام این است که کارش با خواندن و نوشتن آغاز گردید. این از افتخارات اسلام هست. اولین آیه‌ای که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شود، اقرأ، بخوان. این از افتخارات اسلام هست. نه مسیحیت این برنامه را در ابتدا داشته، نه یهودیت داشته، نه بودایی داشته، نه برهمایی داشته. هیچ یک از ادیان آسمانی و غیر آسمانی چنین افتخاراتی الله نصیبشان نکرده که در ابتدا و در اول برایشان گفته شده باشد اقرأ، بخوان. این از افتخارات دین مبین اسلام هست که به اولین مرحله میگوید بخوان. مسلمان نباید بی سواد باشد، مسلمان نباید غافل و ناآگاه باشد. مسلمان باید علم و کمال و معرفت و معنویت در زندگیش باشد، چون در اولین آیه‌ای که بر پیامبر نازل می شود اقرأ، بخوان. نکته دوم، اولین فرمان اسلام فرمان فرهنگی هست. اولین فرمان اسلام فرمان فرهنگی. اقرأ، خواندن و نوشتن فرهنگ هست. کسی از ما میپرسد فرهنگ اسلام چیست؟ فرهنگ اسلام خواندن هست، فرهنگ اسلام نوشتن هست، فرهنگ اسلام دانستن هست، فرهنگ اسلام مبارزه با بیسوادی هست، فرهنگ اسلام مبارزه با جهل و غفلت و خرافات هست. این فرهنگ اسلام هست. پس بناهن دانستیم که اولین فرمان اسلام این بود که فرمان فرهنگی هست. اقرأ، بخوان. اگر میخواهید که از جهل نجات پیدا کنی، اگر میخواهید که دنیای تاریک تو روشن شود، اگر میخواهید که مشکلات گوناگون تو برطرف شود، اقرأ، بخوان. اگر انسان نخواند با مشکلات می افتد، به مشکلات گوناگون، به مشکلات عجیب و غریب.
اگر انسان نخواند عقیده انسان فاسد می شود. اگر انسان نخواند به دام دیگران می افتد. اگر انسان نخواند از دین خود و از مذهب خود و از اعتقادات خود باخبر نیست. وقتی باخبر نبود به کام دیگران فرو می رود. این نکته هست که اولین فرمان اسلام فرمان فرهنگی هست، اقرأ بخوان. سوم، ابتدای تحصیل علم باید که به نام خدا باشد. وقتی بچه ما طرف تحصیل می رود، فرزند ما طرف تحصیل می رود، وقتی خود ما طرف تحصیل می رویم، ابتدای برنامه باید با نام خدا باشد. اقرأ باسم ربک، بخوان به نام پروردگارت، بخوان به نام ذاتی که تو را خلق کرده، به نام ذاتی که تو را رشد مادی و معنوی میدهد. پس ابتدای تحصیل با نام خدا باشد. انتهایش تی فارغ التحصیل شدی، انتهایش چه کار باید باشد؟ سوره دیگر اشاره می کند فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. وقتی فارغ التحصیل شدی، وقتی معلم شدی، مولوی شدی، مولانا شدی، علامه شدی، دکتر شدی، انجینر شدی، مهندس شدی، هر رشته‌ای که خواندی، وقتی به درجه اکمال رسید خدا را فراموش نکن. این علم الله برای تو داده. فاذا فرغت فانصب، رجوع کن به طرف الله، متوجه الله باش. طبابت تو، انجینری تو، مهندسی تو، علامه و مولانا شدن تو، فکر نکن که اینها تنها به زور و قوت و بازوی خودت بوده. نه، این فکر را الله برای تو داده، این اندیشه را الله برای تو داده و این حافظه و هوش و فکر و ذکاوت را الله برای تو داده. پس به قدرت الله و به نام الله شروع کردی، ختم کار تو هم، فارغ التحصیلی تو هم باید رجوع به الله باشد. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. وقت فارغ شدی به سوی الله رجوع بکن و به عبادت الله بشتاب. چهارم، خواندن باید جهت الهی داشته باشد. هر کس که هر چیزی را میخواند، به هر رشته‌ای که هست، باید که جهت الهی داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی انگیزه خدایی داشته باشد، انگیزش معلوم و مشخص باشد. الله وقتی به پیامبر گفت اقرأ بخوان، انگیزش را بد نشان داد. به اسم ربک، بخوان به نام پروردگارت. این انگیزه هست. هر انسانی که میخواند، چی متعلم هست و چی محصل، باید انگیزش انگیزه الهی و خدایی باشد. وقتی انگیزه الهی بود و خدایی بود در علمش، در هر رشته‌ای که باشه، الله سبحانه و تعالی خیر و برکت را ایجاد می کند. بناءً سروران عزیز و بزرگوار، خصوصا متعلمین عزیز، محصلین گرامی، باید انگیزهشان مشخص باشه. خیلی واقعا جالب هست، برادر ما تا صنف 10 و 11 و 12 میخواند، کانکور را امتحان میدهد، رشته خلاصه میرود، یا انجینری یا بالاخره شرعیات، پنزه های مختلف خلاصه سپری میکند. از او پرسان میکنیم که برادر عزیز میخوایی در آینده چی بشی؟ در آینده چی بشی؟ نمیداند. صنف 10 هست، 11 هست. وقتی من 10 و 11 را بیشتر مخاطب میکنم چون سویه علمیشان بلند رفته، اما جوان ما تا صنف 10 و 11 و 12 تصمیم ندارد و تصمیم نگرفته که در آینده میخواهد چی شود، در آینده کدام رشته را انتخاب کند. الله سبحانه و تعالی در این آیه میگه ای انسان، انگیزه تو باید مشخص باشه، انگیزه تو باید انگیزه الهی و خدایی باشه. متوجه باش، از صنف 10 و 11 و 12 تصمیم خور بگیر
که میخوایی چه کار بکنی، طبیب خوبی بشی، انگیزه تو الهی باشه که من به وسیله انتبابت پیام الله را به گوش جهانیان برسانم. اگر رشته تو انجینری هست، مهندسی هست، شرعی هست، هر چی که هست، همه اینها علوم هست، بناهن انگیزه تو باید انگیزه خدایی باشد. اگر وقتی جوان ما از صنف 10 و 11 و 12 به فکر این باشد که من یک طبیب خدایی باشم، یک انجینر خدایی باشم، یک مهندسی که انگیزه دینی داشته باشم، میدانید که چقدر واقعا جامعه ما جامعه زیبایی می شود. امروز هم ما داریم طبیب ها و اطبایی که انگیزه دینی و اسلامی دارن، ولی خیلی کم داریم. انجینرهایی که انگیزه دینی و اسلامی دارن ولی خیلی کم. اما ما جوانهای خود را اگر تشویق کنیم که تو جوان عزیز متوجه باش که اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت. هر رشته که انتخاب میکنی باید انگیزه تو انگیزه دینی و اسلامی و قرآنی و شرعی باشه، تا اینکه به وسیله او رشته که انتخاب کردی خوشبخت دنیا و آخرت بشی. تنها این نیست که علما در علم خود خوشبخت دنیا و آخرت بشن، نه. اگر مهندس ما انگیزه اسلامی داشته باشه، اگر انجینر ما انجینر که انگیزه اسلامی داشته باشه، و اگر طبیب ما انگیزه اسلامی داشته باشه، و تا حد الامکان تمام رشته هایی که در فنون مختلف هست انگیزه اسلامی داشته باشه، اگر پیلوت ما وقتی که پیلوتی که انگیزه اسلامی داشته باشه چقدر واقعا مؤثر هست. اگر متروان ما هر کذا بالآخره هر کدام که قیاس کنیم خیلی مهمه، خیلی مهم هست. وقتی که از سفر حج برمیگشتیم خیلی جالب بود که وسط طیاره یکی از دوستا گفت بیایید پیش پیلوت ها، دوستا هستن، خواهش کردم. خب رفتم. باور کنید لحظاتی که با پیش اینها نشستم 20 دقیقه نیم ساعت، احساس کردم که خدایا چقدر اینها انگیزه دینی دارن. وقتی که این آل و اسباب های طیاره را برای من نشان میداد، میگفت ما هر قدر سفر میکنیم عقیده ما با الله بیشتر و بیشترتر میشود. هر قدر از زمین فاصله میگیریم، هر قدر وقتی طیاره نشست میکنه، هر قدر که ما خلاصه مهارت ما در فن ما بیشتر میشه، عقیده و اخلاص ما به ذات اقدس الهی بیشتر میشه. حالا این پیلوت انگیزه دینی پیدا کرده، انگیزه اسلامی پیدا کرده، اعتقاد درست با الله پیدا کرده. فکر نمیکنه که تنها این 4 تا لین و سویچ هست، درست اینها وسیله هست، اما اصل این که این را انتقال میده و بالاخره از یک شهر به شهر دیگر صدها نفرم داخلش قرار دارن، این با قدرت کی هست؟ با قدرت ذات اقدس الهی، با قدرت الله هست که الله این فکر را به بشر داده که بشر چنین آله وسیله ساخته که صدها نفر را انتقال میده. پس بناهن انگیزه خیلی مهم است سروران عزیز و بزرگوار. پنجم، بیان آفرینش انسان را از خون بسته شده در این آیه بیان میکنه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، ادامه آیه میگه خلق الانسان من علق. انگیزه دیگری بیان میکنه که ای انسان متوجه باش که علامه میشی. هر خلاصه رشته‌ای که انتخاب میکنی و در اون رشته خود مهارت پیدا میکنی متوجه باش. در این آیه مبارکه یک پیشگویی علمیه و هم راه برای تربیت انسان که بدان ای انسان مبدأ تو از چی هست. حالا علامه شدی، انجینر شدی، دکتر شدی، ولی متوجه باش که مبدأ تو، ابتدای تو از چی هست؟ از خون بسته. باز برای تو غرور پیش نیاید. انجینر صاحب، طبیب صاحب، مولانا صاحب، خلاص فلان صاحب، فلان صاحب، این علمی که الله برای تو داده متوجه باش. ابتدای خود را متوجه شو که فقط یک خون بسته بودی.
الله این همه فضائل و کمالات برای تو داده تا اینکه متوجه خوب بشی و باعث غرور و تکبر تو ای علم و ای دانش و اینها نشود. ششم، الله سبحانه و تعالی به قلم قسم یاد می کند. به قلم قسم یاد می کند. نون والقلم و ما یسطرون. ارزش خواندن و نوشتن را به ما نشان می دهد. الله به قلم قسم یاد می کنه. حالا نقش قلم چگونه هست؟ نقش قلم از نقش زبان هم مؤثرتر هست، خیلی مؤثره. اینقدر زبان نقش ندارد که قلم دارد، آنقدر که شمشیر، آنقدر که قلم نقش دارد شمشیر ندارد، آنقدر که قلم نقش دارد درهم و دینار نقش ندارد. به این است که الله سبحانه و تعالی میگه نون والقلم و ما یسطرون. الله در هیچ جا به درهم و دینار قسم یاد نکرده. الله سبحانه و تعالی به قدرت و ثروت قسم یاد نکرده، بلکه فقط قسمش با اینه که نون والقلم و ما یسطرون. قسم به قلم و قسم به او چیزی که قلم می نویسد. این ارزش خواندن هست، این ارزش نوشتن هست. بناهن افراد را با قلم می توان خواب و بیدار کرد. این قلم هست که جامعه را خواب میکنه و جامعه را بیدار میکنه. ملت قلم میتواند عزیز و ذلیل کند. یک کتاب تحریر بشه با یک ملتی، اگر در او کتاب عزت ملت تحریر شد، ملت عزیز می شود. اگر ذلت یک ملت هم تحریر شد، او ملت ذلیل می شود. پس عزیز شدن و ذلیل شدن یک ملت با قلم ارتباط دارد. خلاصه این که قلم یک فریاد سکوت هست، ساکت، اما فریاد قلم چنان فریادی هست که فکرها و اندیشه ها را بیدار می کند و تکان می دهد. خواجه انصار قدس الله سره العزیز 1000 ساله که ما میگیم خواجه انصار رحمت الله علیه. کجاست صدای خواجه انصار؟ کجاست؟ صدای قلم خواجه انصار در تمام اذهان قرار دارد. وقتی ما میگیم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، وقتی ما میگیم امام شافعی رحمت الله علیه، وقتی ما میگیم امام مالک رحمت الله علیه، وقتی ما میگیم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و بزرگان دین، هر کدام که نگاه کنیم از این بزرگان صوتی هست، صدایی هست. ولی دنیا به نام امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل و امام ابو حنیفه افتخار می کند. این جهان قلم امام ابو حنیفه، خواندن و نوشتن امام ابو حنیفه تسخیر کرده است. به این سروران عزیز و بزرگوار باید متوجه خواندن و نوشتن باشیم. هفتم، سوگند به قلم نشانه فرهنگ و تمدن هست. این که الله سبحانه و تعالی میگه نون والقلم و ما یسطرون. پیشتر اشاره کردیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. این فرمان الهی، فرمان فرهنگی هست. این که الله به قلم قسم یاد میکنه به خاطر چی؟ چون قلم نشانه فرهنگ و تمدن، تکیه بر قلم تکیه بر سند و استدلال هست. رابطه با قلم رابطه علم و دانش هست. دنیای غرب، مسیحی ها، یهودی ها خیلی با خواندن و نوشتن اونها سند و اسنادی ندارن. بیا یهودی شو بیا مسیحی شو. این که اول میگه اقرأ بخوان، این که الله به قلم قسم یاد میکنه یعنی چی؟ یعنی سند و استدلال. دین اسلام دین خواندن هست، دین روشنایی هست، دین تکامل هست، دین عزت هست، دین سرفرازی هست و دین سربلندی هست. دینی نیست که کورکورانه بیا قبول کن، هرچی من بگم شما قبول کنید. نه، دین هیچ وقت چیزی نگفته که هرچی که خطیب گفت شما قبول کنید.
دین هیچ جا نگفته هرچی امام ابو حنیفه گفت شما قبول کنید. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که هرچی من گفتم مطابق به قرآن و حدیث بود بپذیرید، نبود بزنید به دیوار. بارها و بارها میگم انسان جایز الخطا است. از این منبر امسال 10 سال 11 سال می شود شاید احادیث ضعیفه من گفته باشم، شاید اقوالی از پیش خود گفته باشم، ولی با صراحت کامل میگم هر جا حرف من مطابق به قرآن و حدیث بود بپذیرید و هر جا که من سهوی شده بودم از پیش من اشتباه شده بود این را شما لازم نیست که بپذیرید، بزنید به دیوار. این دین اینیه که من اینجا شیشته هم هر چی که میگم شما قبول کنید، هر چی که از لابلای قرآن و حدیث گفتم بپذیرید. این دین هست. این دینه که به دنیا چالش میده که رابطه قلم برای ما بیان میکنه تکیه بر قلم تکیه بر سند و استدلال هست. رابطه با قلم رابطه با علم و دانش هست. بناهن سروران عزیز و بزرگوار، خواندن و نوشتن خیلی مهم است. در میان صداها 3 صدا خیلی ارزش دارد و خیلی هم امتیاز دارد به نزد الله و به نزد بندگان الله. 3 صدا خیلی ارزش داره. صداهای قلم دانشمندان، صدای قلم دانشمندان به نزد الله سبحانه و تعالی و به نزد بندگان الله ارزش دارد، امتیاز دارد. صدای پای مجاهدان ارزش دارد. وقتی مجاهد راه میره صدای پایش امتیاز داره، ارزش داره. سوم صدای چرخ ریسندگان، آنهایی که در عرصه صنعت کار میکنن، آنهایی که در عرصه پیشرفت کار میکنن، این صدا به نزد الله ارزش داره. خلاصه این حرف ما که به تعبیر امروزی بیان کنیم، به تعبیر امروزی صدای چاپخانه که کتاب چاپ می کند، مسائل دین را چاپ می کند، خلاصه صدای چاپخانه، صدای توپخانه و صدای کارخانه، این 3 صدا خیلی ارزش داره. چاپخانه اگر چاپخانه درست و صحیح در کشور باشه چه کار میکنه؟ فرهنگ اسلامی ترویج میدهد. دوم صدای توپخانه و سوم صدای کارخانه هست و بالآخره ملت عزیز هست. ملت عزیز هست که قدرت علمی داشته باشه، قدرت نظامی داشته باشه و قدرت اقتصادی داشته باشه. سروران عزیز و بزرگوار، اما امروز ما و شما چنان دشمنان اسلام قرنها میشه که بر سر ملت افغانستان چنان ظلم و ستم کردن و تا به الان میکنن، نمیگذارن که ملت افغانستان قدرت علمی داشته باشه، قدرت نظامی داشته باشه و قدرت اقتصادی داشته باشه. وقتی ما میگیم قدرت علمی تنها این نیست که بحث و مباحث دینی مطرح بشه. امروز صادرات افغانستان کجا هست؟ امروز صنعت افغانستان کجا هست؟ امروز مسائل تکنولوژی افغانستان کجا هست؟ امروز افغانستان چی میسازد؟ اگر نگاه کنیم به دست فرد ما و شما و فرزندان ما و شما و تک اعضای فامیل ما یک موبایل هست. موبایل را اگر کشور ما میساخت خیلی مبارک بود. کارتی که به موبایل انداخته میشه اگر ای به دست خود ما و شما می بود کار مبارکی بود. برقی که ما در افغانستان داریم اگر ای از خود کشور می بود با واقعیت ما قدرت علمی داشتیم. اما این را میگم ما قدرت علمی اشخاص داریم، شخصیت های داریم که انجینرهای واقعی، مهندس های واقعی، ولی کسی نیست که از فکر و مفکورشان کار بگیره، از تجارب اونها کار بگیره. بناهن ملت عزیز هست که قدرت علمی داشته باشه، ملت عزیز هست که قدرت نظامی داشته باشه. ما امروز قدرت نظامی هم نداریم.
افسوس در کنار رئیس جمهور ما صدها مشاور هست، اما مشاور خدایی کم است که مشوره بدن، مشوره درست بدن. چقدر میلیون ها دلار بر سر برق افغانستان کار شده، ولی سویچش دست بیگانه ها دیگران هست. ما 5 سال دیگه هم با تاریکی تیر میکردیم. این سرمایه اگر سرمایه گذاری میشد بر بندهای کشور، چقدر راحت میشدیم. 1 شهر روشن میشد از خود ما، 10 خانه روشن میشد از خود ما. چقدر ارزش داشت. بناهن کسی نیست که چنین مشوره ها اگر ما هم صدای خود را بلند کنیم یا توجه نخواهد شد یا خواه گفتن که این هم از همقطاران تندروان و القاعده ها و اینها هست، حالا به ما نظر میدهد. بناهن قدرت نظامی چند سال در اردوی افغانستان کار میشه، چند فیصد نتیجه خواهد داشت؟ چند فیصد نتیجه میدهد؟ پلیس و اردویی که انگیزه خدایی نداشته باشد و پلیس و اردویی که واقعا او دلسوز به وطن نباشه، به مجردی که معاشش قطع بشه او دیگر خلاصه شاید وظیفه انجام ندهد، شاید بالاخره برگرده. وقتی ما میگیم قدرت نظامی کشور کجا هست؟ با 1 میل سلا؟ آیا با 1 میل سلا این را میگن قدرت نظامی؟ کو تانکش، کو طیارهش، کو ارتشش. پس بناهن ملت عزیز هست که قدرت علمی داشته باشه، قدرت نظامی داشته باشه و قدرت اقتصادی داشته باشه. قدرت اقتصادی ما و شما کجا هست؟ کجاست شهرک های صنعتی ما؟ باید سروران عزیز و بزرگوار در اینجا یک اشاره هم ارتباط به قدرت نظامی داشته باشم و هم ارتباط به قدرت اقتصادی داشته باشم. اگر میخواهید که در این کشور اردو و ارتش با قدرت و با قوت باشه، باید برای پلیس و برای اردو انگیزه دینی داده شود. باید محبت دین و محبت وطن و دفاع از وطن در اعماق دل اردو جا بگیرد، نه اینکه یک روز معاشش قطع بشه و بالاخره دنبال کار خود برود. واقعا خدا از مسئولین پرسان می کند. یک برادر جریان گفت یک پلیس وقتی که بعد از تعلیم نظامی و اینها که میایه سر قطعه خود، هر پلیسی 21,000 دلار به او مصرف میشه تا وقتی که او به سر قطعه خو میایه، غیر از معاش و غیر از برنامه و دیگر و اینها، فقط تا وقت سر قطعه میایه. وقتی هم که سر قطعه آمد 20 روز 25 روز هست دنبال کار خود میره. هر پلیس و اردوی 21,000 دلار. این دلار تنها از پدر رئیس جمهور و وزیر و اینها نیست. وقتی در کشور میایه از تک تک ملت افغانستان هست. این پول از من است، از تو هست، از او بیوزنی که در گوشه افغانستان قرار داره از او هست، از این طفلی که به داخل گهواره است از او هست. بناهن پس پلیسی که انگیزه دینی و انگیزه وطنی نداشته باشد، این پلیس و این خلاصه نتیجه بخش نیست. بناهن این پیشنهاد من به مسئولین هست که قدرت نظامی را قدرتی انجام بدهید که به درد وطن و به درد کشور بخورد. بارها و بارها گفتیم شاید خیلی کم و معدود باشه هست بین پلیس اردو که انگیزه دینی و اسلامی، اما خیلی کم هست. این نتیجه نمیدهد. قدرت اقتصادی سروران عزیز و بزرگوار، ما و شما در شهر خود شهرک های صنعتی داریم. شهرک های صنعتی ما باعث افتخار ما و شما هست، باعث سرفرازی و سربلندی ما و شما هست. هر چیزی که عاید در کشور هست و ساخته شده دست خود ما هست برای ما ارزش دارد. اگر خوردنی هست، اگر پوشیدنی هست، اگر کار ساختمانی هست، وقتی در کشور ما هست او را ارزش بدیم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه
که ما را بیان میکنه شما بخوانید به نام پروردگارت و شما انگیزه داشته باشید و شما خلاصه متوجه باشید که آبرومندان زندگی کنید. آبرومندانه چگونه است؟ این که ما از چیزی که عاید دست ما هست، صنعت کشور ما است، از او استفاده کنیم. ما و شما میدانیم اگر مرزها بسته بشه خیلی به فایده ما و شماست. الان بسته نمیشه، ولی من و تو مرزها را بسته کنیم خیر است. اگر آنچه که در کشور ساخته میشه کیفیت بالا و والای ندارد، استفاده کن تا او کیفیت بگیرد، استفاده کن تا او خلاصه جنس اصل شود. وقتی تو استفاده نکنی، تو خریداری نکنی، تو تشویق نکنی، تو بالاخره او برادر و او تاجری که سرمایه گذاری کرده او تو مشوق نباشی، او هم آهسته آهسته ناامید می شود، سرمایهش از بین بره، آبرویش در خطر باشه، ناامید می شود. ولی بیاییم که ما و شما بیگانه ها ناامید کنیم. چگونه؟ آنچه که تولیدات کشور ما هست عاشقانه بپذیریم، عاشقانه قبول کنیم. یعنی تا حتی می شود یک شیء جزئی که اطفال از او استفاده میکنن، همین پوفکی که هست، برای اطفال خود بگویید که این ساخته شده کشور من و توست، از این استفاده کن تا در فکرش، حافظش و در قلبش محبت وطن و صنعت وطن در قلبش جا بگیره. به این از سروران عزیز و بزرگوار پنجم این پیام ما بود که الله سبحانه و تعالی که قسم یاد میکنه به قلم، قلم هست که ما را خوشبخت میگرداند، قلم هست که فرهنگ ما را نشان میده و قلم هست که ما را متوجه میسازد. بناهن امیدواریم که این هر سه قدرت را به دست بگیریم، ما و شما، قدرت علمی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی. وقت ملتی که قدرت علمی پیدا کرد، قدرت نظامی پیدا کرد و قدرت اقتصادی پیدا کرد، این ملت عزیز هست. دعا میکنیم ای بار الها کسانی که در این ملت ضربه وارد میکنن که این ملت قدرت علمی و نظامی و اقتصادی نداشته باشد، ای الله هر کس که هست، هر کشوری که هست، خدایا اول آنها را هدایت کن و اگر قابل هدایت نیستن مکر و حیله و ضربه و خیانتشان را به سوی خودشان بر بگردان. و کسانی که به پی تخریب شهرکه های صنعتی ما هستند، ای الله پروردگار آنها را هدایت کن و اگر قابل هدایت نیستند خیانتشان را به سوی خودشان بر بگردان. سروران عزیز و بزرگوار، وقت ما رو به اتمام هست، بناهن وقت ما تمام هم شده. باز هم هشتم قلم و نوشتن حافظ علوم می باشد، چنانچه قاعده کلی هست که قید العلم بالکتاب. قلم هست که آثار، قلم هست که علم و فنون مختلفه را خلاصه نگاه می دارد. در اخیر چند توصیه دارم چون ارتباط به آغاز سال تعلیمی هست. به طور خلاصه و فشرده، اول به ریاست معارف، به مسئولین معارف متوجه باشند. مسئولین معارف، ریاست معارف، در هر کار خیانت گناه است، ولی خیانت به اهل معارف گناه نابخشیدنی هست. که کسی به اهل معارف خیانت کنه، به تعلیم اونها خیانت کنه و به تربیه اونها خیانت کنه، خلاص این گناه نابخشیدنی هست. وقتی میگیم گناه نابخشیدنی به این معنا که وقتی کمک به معارف میایه، او کمک از آن صغیر و کبیر هست، از آن طفلای معصومی که صنف اول و دوم و سوم درس میخوانند، این کمک به اونها تعلق داره. اگر این کمک اهل معارف حیف و میل میشه، متوجه باشن مسئولین معارف که گناهی است که الله سبحانه و تعالی نخواهد بخشید. بناهن در این قضیه باید مسئولین معارف متوجه باشند. موضوع دیگری که به ریاست معارف تعلق میگیره این است که ریاست معارف باید متوجه باشد که بعضی بیبندوباری هایی که در مکاتب صورت میگیره، خداوند از رئیس معارف پرسان میکنه و اگر او در این راستا غفلت کنه و بی توجه باشه، الله سبحانه و تعالی از او پرسان خواهد کرد.
موضوعات دیگری هم بود که انشاءالله باز بعدها بیان خواهد شد. دوم، چون وقت تمام شده، توصیه برای معلمین عزیز و گرامی هست. معلم عزیز و گرامی، چی خواهری و چی برادری، خواهر و برادر، متوجه باش که الله سبحانه و تعالی وظیفه مبارک و مقدس برای تو داده. معلم شدن این وظیفه مقدس هست، وظیفه مبارک هست. وقت سر صنف میری مبارک برو، با انگیزه مبارک برو و خلاصه با انگیزه خدایی برو، با عنوان یک وظیفه اسلامی و قرآنی که برای تو سپرده شده بر سر صنف برو و بر سر عقیده اطفال معصوم و خلاصه افکار طفلای معصوم درست و صحیح کار کن تا اینکه برای تو باقیات و صالحات باشد. سوم، توصیه برای والدین عزیز و گرامی. والدین عزیز و گرامی، شما فرزندان خود را تشویق کنید برای خواندن و نوشتن. برای خواندن و نوشتن. طفلی که اگر سال گذشته 6 ساله بود الان 7 ساله می شود، این را بفرست به مکتب. اگر 10 ساله شده بفرست به مکتب و خلاصه نگذار که طفلتو 1 سال 1 روز عمرش به هدر بره. آن را بفرست تا اینکه فردا برای تو باقیات و صالحات شود. والدین عزیز و گرامی، متوجه حجاب فرزندان خود باشیم. خواهرها وقتی به مکتب میرن متوجه حجاب اونها باشیم، متوجه نشست و برخاست اونها باشین. بناهن این وظیفه والدین عزیز و گرامی هست که متوجه فرزندان خود، متوجه حجابشان، متوجه معلمشان، متوجه مدرسه و مکتبشان و خلاصه متوجه درس و تدریسشان. به این فکر نباشیم بچه ما میره به فلان مکتب و مدرسه. این وظیفه والدین هست که تعقیب کنن چگونه معلمی داره، چگونه مکتبی داره، چگونه مدرسه داره و چگونه درس میخوانه و چگونه تدریس. چهارم، توصیه برای متعلمین و برای محصلین عزیز و گرامی هست که ای متعلم و ای محصل، از این فرصت عمر خود غنیمت بدان. الله این شرایط را برای تو آماده کرده که درس میخوانی، به مکتبی، به پهنتونی و در هر رشته‌ای که هستی. این عمر را غنیمت بدان. وقتی عمر گذشت دیگر نمی آید. پس بنان از این عمر خود خلاصه فرصت خوبی داری و درست و صحیح استفاده کن. بناهن توصیه من برای متعلمین و محصلین این هست که متوجه باشید که وقت تحصیل هست، وقت تعلیم هست، وقت این نیست که تنها بر سر و قیافه خود فکر کنید. امروز متاسفانه بسیاری از خواهران ما وقتی به مکتب میرن به عنوان این که مکتب جای تعلیم نیست، جای نشان دادن مد لباس، جای آرایش، نه جای چنین کارها نیست. یا جوانهای ما به فکر اینن که دراشی زیبایی بپوشن. نه، به فکر زیبایی تعلیم و تربیه باشید، به فکر زیبایی فکر سالم باشید، نه به فکر آرایش و مد و مدپرستی و اینها. خلاصه این که این توصیه هایی بود که برای معلمین و مربیین و برای محصلین و والدین عزیز و گرامی شد. بحث دیگری هم داشتیم که ارتباط به نوروز هست، این را هم خلاصه اشاره می کنیم که سروران عزیز و بزرگوار، سال نو پیش رو هست. 80 سال 1390 تمام میشه، 91 میشه، سال نو هست. هیچ روایت ما نداریم که این به عنوان عید گفته شده باشه. اگر کسی نوروز عید میگه، این را متوجه باشیم در دین و در اسلام ما فقط 2 عید داریم، عید اضحی و عید فطر، عید نوروز نداریم. اگر کسی بگه عید نوروز نعوذ بالله من ذلک مبارک باشه، از دایره اسلام خارج میشه. این متوجه باشید. اسلام، قرآن، دین برای ما و شما بیان کرده که عید رمضان و عید قربان. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن مدینه منوره، دیدن قوم عیدی دارن غیر از این 2 عید. رسول الله فرمودن که شما غیر از این 2 عید دیگه عیدی ندارید. بناهن در این سال نو کسی که سفره پهن کنه و کسی که عید تبریکی بده، نوروز تبریکی بده، این اعمال مجوسیته، اعمال اشخاصی که اونها با اسلام سر و کار ندارن. این قضیه مذهب نیه که من برای شما بگم از دیدگاه اهل سنت و جماعت، نه، این قضیه دینه، اسلام، قرآنه.
خدا و پیغمبر به ما و شما و برای مسلمان ها دو عید داده، برای پیروان خود دو عید بیان کرده. عید سومینیه، بناهن سال نو اگر تبریکی کسی میده، اینم لحظه فکر کنه که اگر در این سال 90 عمر با عبادت سپری کردی، عمر با خدای سپری کردی، که برای تو مبارک باشه. اگر این سال به معصیت تیر کردی، معصیت ها خور مبارکی میدی. پس در این قضیه هم باید متوجه باشید. بیرون شدن از خانه در سال نو، اگر کسی به عنوان از این که امروز روز سال نو، روز نوروز، عید، لباس میپوشه، برای خود لباس نو پوشیده، فقها میفرماین که از دایره اسلام بیرونه که لباس نو بپوشه. یعنی چی؟ یا قضا خور تغییر بده، باشه روز اول سال امروز قضا ما سفره ما رنگارنگ باشه. من اقوال فقها، آیات و احادیث جمع‌آوری کرده بودم، ولی وقت برای ما اجازه نمیداد. خلاصش همینه که سال نو، روز اول سال این روزهای دیگر روزها باشه، ولی کسی که بیرون میشه، این روز که رخصتی شده به عنوان عید نوروز رخصتی نشده، اول سال روز دهقانه، هر کس میره نهالی در جای غرس میکنه، بیرون میشه به دشت و کوه و بیابان و اینها به تفریح. اگر فامیل ها بیرون میشن با حجاب اسلامی بیرون بشن، هیچ مشکلی نداره. بیرون میشیم، دشتی که تا دیروز خشک بود امروز سبز شده، بریم قدرت پروردگار عالم ببینیم که الله مرده ها چگونه زنده میکنه. این گیاه دیروز زنده بود، دیروز مرده بود، امروز زنده شده. در این قسمت مشکلی نداره. پس خیلی متوجه باشیم که خدای نخواسته به عنوان نوروز و عید نوروز کسی تبریکی برای همدیگر نده که عواقب بسیار بسیار خطرناکی داره، بسیار خطرناکه. پس در این قسمت خیلی متوجه باشیم. خدایا پروردگارا فقر فرهنگیر از جامعه ما دور بساز. خدایا پروردگارا جوانان و نوجوانان ما را، متعلمین و محصلین ما را خدایا علم و عمل و اخلاص عنایت بفرما. خدایا پروردگارا فرهنگ ما فرهنگ غنی است. ای الله پروردگارا قرآن را در سرزمین ما که بهترین فرهنگ است، ای الله جاری بگردان. پروردگارا همه را در پناه عصمت خود داشته باش. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. ای الله پروردگارا این سالی که گذشت خدایا ما میدانیم جرم کردیم، خطا کردیم، اشتباه کردیم، گناه کردیم، معصیت کردیم. ای الله دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا توبه کردیم. خدایا پروردگارا سالی که پیش روح است خدایا سال با خیر با برکتی برای ملت افغانستان بگردان. خدایا پروردگارا سال با امن و با امنیت بگردان. خدایا پروردگارا سالی که درد و رنج و غم و مصیبت ای الله پروردگارا ما در گذشته خیلی دیدیم، خدایا در آینده درد و رنج و غم و مصیبت از سر این ملت کوتاه و دور بگردان. پروردگارا جمیع مریضان را شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگارا اونهایی که طلب دعا نمودن خدایا پروردگارا مشکلی دارن، خدایا مشکلاتشان را آسان بگردان. خدایا پروردگارا معلمین ما را حفظ بفرما. خدایا معلمینی که زحمت میکشن، تلاش میکنن، زحمات شبانه روزی دارن، ای الله پروردگارا اونها را حفظ بفرما. خدایا معلمینی که اونها از صبح تا شام فکر و مفکوره خود را خدایا خسته می کنن به خاطر تربیه این وطن، یا الله پروردگارا ایشان را حفظ بفرما. خدایا متعلمین و محصلین ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا شهری که ما میگوییم شهر علم و فرهنگ، خدایا شهر ما را شهر علم و فرهنگ بگردان. خدایا پروردگارا اولاد ما را اولاد صالح بگردان. خدایا پروردگارا اولاد ما را اولاد صالح بگردان. خدایا اولاد ما را اولاد صالح بگردان. خدایا تو از ما راضی باش. خدایا تو از ما راضی باش. الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، نه آن کن که فردا در روز حشر تو ناخشنود باشی و ما شرمسار. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.